حالا از جانب راتای دوم طرز و اصول به‌ضرر دادن جنایتکاران و وارد نمودن از قسم‌های بالا و بند. این یکی از عملیات‌های تاکتیکی بود که از جانب رتبه دوم خدمتچیان واحد مخصوص میلیسیا در سمت دستگیر و بی‌ضررگردانی گروه‌های مسلح نمایش داده شد. نمایش در صحنه بینای این مقامات دولتی بخشیده به 25مین سالگرد واحدهای مخصوص میلیسیای ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت دایر گردید. سرآغاز رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده سخنرانی نموده تمام خدمتچیان دلیر و شجاع این نهاد را با فرارسی روز تأسیسیابی ریاست واحدهای مخصوص میلیسیا که شروع از سال 1995 همه سال 5 دکبر تجلیل می‌گردد تهنیت گفت. سلام رفیقان. سلام. همه شمایان را بخشیده و 25 سالگی دسته تعینات مخصوصی میلیسیا از نام حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تبریک و مبارکباد می‌نمایم. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده تاکید داشت که دسته تعینات مخصوص میلیسیا 25 سال مقدم در دوره به فعالیت شروع کرد که در کشور گروه‌های جنایت پیشه و اشخاصان علاهیده با مقصد عملی ساختن هدف‌های جنایتکاران و مانع شدن بر روند برقرارسازی ثبات و آرامی صادر نمودن عمل‌های تروریستی و دیگر جنایت‌های وزنین در بین ساکنان مملکت فضای ترس و هراس و احساس ناباوری به فردا را به وجود می‌آوردند. گفته شد که سهم خدمتچیان این مقامات بلندپایه دولتی در کشور بسیار بزرگ بوده مقام و موقع نظر دارد. طوری معلوم است با دستگیری بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان امروزها برای مستحکم نمودن زمینی مادی تکنیکی ساختارهای حفظ حقوق کشور کوشش‌های سودمند صورت گرفته بهری با یک نهاد پر اقتدار و حمایتگری واقعی منفعت‌های ملی تبدیل یافتن دسته تعینات مخصوص میلیسیا تمام امکانیت‌ها فراهم آورده شده است. سردار ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت گنرال مایور میلیسیا عبدالله نوجوانوف نامه تبریکاتی وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک رمضان رحیمزاده را به سهم خدمتچیان واحد مخصوص میلیسیا رسانید. گفت که کارمندان دسته تعینات مخصوص میلیسیا در مدت 25 سال فعالیت در منطقه‌های گوناگون کشور برای بی‌ضرر گردانیدن دسته‌های مسلح جنایت پیشه گروه‌های تروریستی مبارزه بی‌امان برده با اندیشیدن تدبیرهای فوری و گذرانیدن عملیات‌های مخصوص اکثر حادثه‌های ناخوش را پیشگیری و آشکار نمودند و در این روند از خود شجاعت و مردانگی واقعی نشان دادند. واحدی تعینات مخصوص میلیسیا در نبرد و مبارزه‌های وزنین از مکتب شجاعت و مردانگی و امتحان و آزمایش‌های سنگین گذشته دانش و مهارت و ملکه کسبی شکل و اصول‌های مختلفی کاری خود را تکمیل با تکنیک و تجهیزات‌های معاصر تامین و امروز با یک نهاد با اعتماد کفیل ثبات و آرامی و امنیت کشورمان تبدیل یافت. سپس با یک قطار خدمتچیان پیشرفت با فرمان وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مدال و افتخارنامه‌ها تقدیم کرده شد. 25مین سالگرد تأسیسیابی دسته تعینات مخصوص میلیسیا وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت را جشن گرفته ایستاده‌ایم. از فرصت مناسب استفاده برده همه هیئت شخصی واحدهای تعینات مخصوص میلیسیا وزارت کارهای داخلی را تبریک می‌نمایم. اختیاراً در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پیوسته عشق وطن آنچنان در دلم علنگه زد خواستم خدمت خود را دوباره به واحدهای تعینات مخصوص میلیسیا دوام دهم. در طول 6 سال است خدمت کرده ایستادم و چقدر که خودتون می‌بینید در اینجا شرایط‌ها خیلی خوب است. مقصدی ما برای حمایت مرز بومی وطن و پاسداری دولت و ملت خویش و ما نمی‌خواهیم که هر یک ناخالف به ملت دولت ملت خویش خوری گذارد. همچنین رئیس ولایت و هیئت همراهان از نمایش تجهیزات معاصر خدمتی واحد مخصوص بازدید به عمل آوردند. گزارش سید مختار سید انور نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.